سلام. با آموزش نصب آنتی یووی جام جلوی 207 در خدمتتون هستم. حتما این ویدیو رو تا انتها ببینید چون یه ویدیو خاص هست و خیلی از شما عزیزان رو میتونه از شر جام جلوی 207 راحت کنه. این روشیه که حتی یه بچه 14-15 ساله هم میتونه به راحتی نصبش کنه. قطعه ریکا اسفنج، شیشه رو آغشته کف میکنیم یا همون کف مالی خودمون به این صورت تر و تمیز باشه. یه برش 1.5 در 1 متر نیاز داریم. یادتون باشه این روش یه روشیه که قراره نه بسوزه نه بغلاش چروک بشه. این شکلی میری دو تا چسب برش میزنید، به بالا پایینش کار نداری، بعدا نیازش داری. بهت میگم چرا. یه کمی هم باید بکشیش. دیگه این کارا میدونن چیکار کنن. یه مقدار میکشیش تا این فیکس بشه. بریم در ادامه. فوت کوزه‌گریش تو این ستاست. گفتم که میخوام یه آموزش بدم بهتون که حتی یه بچه 15 ساله هم بتونه نصبش کنه. یه دونه اینجا یادتون باشه باید صافش کنید، یعنی نه هم اینجا به موازات آنتن. اینا فوت هم دارم بهتون میگم اونم قرینه همون کمی صافش میکنم. زیاد نباید بکشیشم. میشه این تا اینجا رو داشته باشید. بریم برای فرم دی. این تصویر رو یادت باشه باید این شکلی باشه. نگاش کن خوب. حالا میریم تو حرارت دی. به آرومی شروع میکنیم حرارت دادن به صورت خطی یا باد بزنی. اینجوری نمیری ها، یعنی الان برای این کار زوده. شروع میکنی به حرارت دادن. یه شبکه رو در نظر میگیری، شروع میکنی به صاف کردنش. خیلی از دست و کاردک اینجا نباید استفاده کنی. بعد سرعت ویدیو رو یه ذره بیشتر میکنم که حالا تایم کمتری. حتما سابسکرایب رو بزن چون قراره خیلی آموزش بهتون بدم. آموزش‌های مهم و به درد بخور، آموزش‌های درست و دقیق. خب ببین الان تقریبا آماده است. اینجا رو دیگه میری تو کاردک کشیدن. ببین کاردک رو اینجوری میزنم، اینجوری نمیزنم. محکم و سفت و کفتم کاردکم رو کشیدم. یه ذره هم سعی میکنم گرمش کنم. اونجا رو دیگه زیاد کاریش نداریم. اینجا میره برای اون ور چون الان راه نمیده. ببینید الان قوس خیلی زیادی رو دستن ها. همه شیشه ها مثل هم نیستن ها. بعضی وقتا میبینی یه شیشه دیگه واقعا نمیشه. روی ماشینای گوناگونی باید، یعنی روی 270 و 206 های مختلفی باید تست کنی کارتو. یه وقتایی میبینی مشکل واقعا از خود شیشه هست. خب تا اینجا تمومه. قرینه همین رو اون بر انجام میدید. این ولی یه شکلی میگیره که حالا بعد بهتون میگم. اگه یه چیزی شبیه کوه دماوند اینجا دیدی یعنی مسیر رو درست رفتی. این اتیکه که اینجا زده بودی رو در میاری، یکم آزاد میشه و شروع میکنی به خوابوندن این کوه. کمی دست اینجا میذاری، باز به همون روش باد بزنی کارو میخوابونی. الان دیگه متوجه شدی چی شد. حالا بریم برای قسمت بالا. یکی از جاهای سختش اینجاست. این گوشواره‌ای که اینجا میبینید گرفتن این کار اوستاکاره. حالا خوب دقت کن ببین من چه کار میکنم. خوب دقت کن، میخوام کار یادت بدم. دستم هنوز اونجاست. دقت کردی؟ اگه اون اضافه بالا رو نداشته باشیم زود میسوزه. این اضافه بالا رو به خاطر همین گذاشتم. دقت کن. دقت کن.
قرینه همین رو هم اونور انجام میدی به همین راحتی. اصلا نیاز نیست قدر اسم بخوری. راجع به اینم بعدا بهت میگم که چجوری بگیریش. این منگوله اینجاست، اسم میذارم براش. بازم این میشه گرفتش، ببین بازم میشه یکم ازش گرفت، ولی زیاد نمیتونی بگیری ها، این میسوزه. اگر افقی بشه، عمود چیز افقی بشه میسوزه. الان ببینش، الان ببینش. خب حالا این اضافه که گفتم اینجا باشه برای چیه؟ بعضی وقتا یه چروک بزرگی میفته، اینو اینجوری میتونی بکشی بسوزونیش حتی. با این گره هایی که اینجا میذاری کاور خودشو میکشه، اینجوری میکشه، بعد گولش بزنی. من بهش میگم بدل. خب دیگه وقتی فرمش دادی با فاصله 5 میلیمتر شروع میکنی به برش دادن. این آخرین مرحلهشه. حتما فرمش هم بهتون بعد از برش نشون. خب اینو با دقت نگاه کن. الان فرم شده، برشش هم خورده بدون هیچ فشاری. فقط همینا رو داری که توی نصب همش برطرف میشه. بالا و پایین رو ببین، اینجوری نیست که اینو ولش کنی تق برگرده، همش بدون هیچ فشاری راحت چسبیده. بریم اتمام کار رو ببینیم. مطمئنم اونایی که تجربهشو داشتن الان دارن عشق میکنن با یه همچین فرمدهی روی جام جلوی 206 جزء شیشه‌های سخت. اینم از پایان کار، یه کار تر و تمیز و بی‌نقص و بدون سوختگی برای این خودرو. فیلم نصبش رو دیگه نشد بذاریم، یکم طولانی شد. حتما تو پست‌های بعدی براتون میذارم. اجازه بدید یه ذره زوم کنم تا شما کاملا متوجه کیفیت کار بشید. امیدوارم به دردتون خورده باشه که حتما اینجوری هست. حتما فالو کنید، خیلی برامون مهمه این فالو کردنه. نمای داخلیش هم بهتون نشون بدم که کیفیت دیدش رو ببینید که فوق العاده است. سامبلاک برای خودروی 207 و 206. مخلصیم. من علی حریسی هستم از اهواز در خدمتتون.